الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و یک سلام ویژه دارم خدمت به بزرگان خونه. سلام گرمی دارم خدمت به همه مادران عزیز و بزرگوار. همچنین سلام ویژه‌ای دارم خدمت پدران بزرگواری که در هر جمعی صدای بنده رو میشنوند. سلام مخصوص دارم به تمامی مادرهایی که صدای لالاییشون در گوش بچه هاشون هنوز باقی است. سلام ویژه دارم به تمام اون مادرانی که اگر به فرزندانشون بگن محبت یعنی چی، عشق یعنی چی، دوستی یعنی چی، عاطفه رو برای ما تعریف بکن، با یک کلمه حتما خواهند گفت مادر. سلام دارم خدمت اون پدران بزرگواری که دستاشون پینه بسته از کار، از زحمت و تلاش به خاطر فرزندانشون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مادران و پدران عزیز و بزرگواری که فرزندانشون هر چی دارن از وجود اونها دارند. آیا فرزندی هست که بدون پدر و مادرش معنا بشه؟ آیا وجود فرزند بدون پدر و مادر معنایی داره اصلا؟ مگر غیر از اینه که پدر و مادر باعث به وجود آمدن اون در عالم اسباب شدند؟ مگر غیر از اینه که پدر و مادر بودند که سبب شدن این شخص به دنیا چشم باز بکنه؟ که این حقیقت رو منکره، که میتونه فراموش بکنه؟ کدوم انسان منصف فراموش میکنه زحمت‌هایی رو که پدر و مادرش براش کشیدن؟ در این برنامه قصد داریم درباره پدر و مادر صحبت بکنیم، درباره صفت زیبایی به اسم نیکوکاری با والدین صحبت بکنیم، راجع به این اخلاق بسیار عظیم، راجع به این دو موجود گرانقدر، راجع به این دو هدیه آسمانی، راجع به این دو ثروت عظیم که وجودشون در خانه برکته، وجودشون در زندگی خیر و برکته و احترام به اونها، نیکی به اونها بزرگترین عبادته. همون عزیزانی که الله تعالی ما رو در آیات مختلف قرآن به نیکی اونها امر کرده بعد از عبادت خودش. در آیه 151 سوره مبارکه انعام فرمود قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. بیایید اون چیزهایی رو که برای شما خداوند حرام کرده برای شما بازگو بکنم. پیامبر من به اونها بگو الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسان. اینکه شرک نکنید، با من کسی رو شریک قرار ندید، و بالوالدین احسانا، و با پدر و مادر خودتون نیکی کنید. بعد از شرک متصلاً نیکی به پدر و مادر ذکر شده. اشاره به این معنی است که بزرگترین گناه شرکه و بعد از اون
تمرد از دستور پدر و مادر. دقیقا شبیه این تعبیر رو در آیه 36 سوره مبارکه نساء میبینیم. و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا. الله رو عبادت کنید، کسی رو با اون شریک قرار ندید و با پدر و مادرتون نیکی کنید. با پدر و مادرتون نیکی کنید. شبیه این تعبیر رو دوباره در سوره مبارکه اسراء میبینیم. در آیه 24 و قضى ربك الا تعبدوا الا ایاه. و پروردگارت امر کرده، حکم کرده، فیصله کرده که جز او رو نپرستی. و بالوالدین احسانا. بعد از عبادت خداوند، بعد از حق خودش، مستقیم حق پدر و مادر رو ذکر میکنه. و بالوالدین احسانا. به پدر و مادر نیکی کنید. پدرتون، مادرتون، به اونها نیکی بکنید. اما یبلغن عندك الكبر احدهما. اگر یکی از اونها نزد تو به سن پیری رسید، او کلاهما، یا هر دوتاشون، فلا تقل لهما اف. حتی اف هم نگو بهشون. اف، این چه کاری بود کردید؟ اخم نکن. کوچکترین انواع بی احترامی رو انجام نده. ولا تنهرهما. فریاد نکش بر سرشون. صدا تو بالا نبر پیششون. و قل لهما قولا کریما. به بهترین نوع سخن بگو باشون، به بهترین وجه ممکن، محترمانه ترین صورت. بی احترامی نکن بهشون. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. از روی محبت، از روی عاطفه، از روی عشق، بال تواضع رو در پیش پای اونها پهن کن. شونت رو پایین بگیر. تکبر نکن. غرور نکن. تندی نکن. پرخاش نکن سر پدر و مادرت. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. همیشه دعای خیر بکن به حالشون. دعا بکن در حقشون. بگو خدای همون جوری که در بچگی منو بزرگ کردن، تربیت کردن، به من محبت کردن، ترحم کن به اونها. اونها رو در سایه الطاف خودت بگیر. خدایا عزیزترین های من رو در عمر من که پدر و مادر منن ببخش و بیامرز. اونها تندی نکن. پرخاش نکن. کوچکترین بی احترامی رو در حق اونها روا ندار. وقتی که تو رو بزرگ کردن، دعای خیر بکن در حقشون. در آیه دیگری در سوره مبارکه لقمان آیه 14 الله تعالی می‌فرماد و وصینا الانسان بوالدیه. ما انسان رو نسبت به پدر و مادرش سفارش کردیم، تأکید کردیم براش. این امره، این دستور دینه، این دستور خداست، دستور الله است. همونجوری که اطاعت از دستورش در نماز خواندن واجبه، در روزه گرفتن واجبه، در زکات، در بقیه امور، در این امر مهم یعنی نیکی به پدر و مادر هم واجبه. دستور الله است. ما سفارش کردیم انسان رو به پدر و مادرش. حملته امه وهنا علی وهن. مادرش اون رو با ضعف پشت سر ضعف حمل میکرد. و فصاله فی عامین. 2 سال شیر داد اون رو. اگر ما یادمون نیست، حداقل دور و بر رو دیدیم، وقتی که مادری برای فرزندش حامله است، 9 ماه تمام چه مشکلات، چه مشقات، چه سختی هایی رو تحمل میکنن و بعد از به دنیا اومدن
بچه 2 سال شیر میخوره. در این 2 سال مادر وقتی که بچه خودش رو میبینه، بچه رو بلند میکنه، بو میکنه، میبوسه، در بغل میگیره، بچه مادر رو کثیف میکنه. بچه پدری رو که اون رو در آغوش گرفته لباس پدر رو کثیف میکنه، بدن پدر رو کثیف میکنه. پدر خوشحال، پدر ناراحت نمیشه، پدر اندوهگین نمیشه. کار 1 روز 2 روز نیست، نه 1 روز نه 2 روز، چند سال اول زندگی همش همینه. هر روز شب پدر خواب نداره، استراحت نداره، روز تا شب کار میکنه به خاطر فرزند و مادرش. شبها جیغ بچه، فریاد بچه پدر رو به خواب نمیگذاره. مادر شبها خواب نداره، روزها همش مشغوله به نظافت بچه، به پریشانی بچه. بچه تب میکنه شب، مادر تب کرده، مادر پریشانه، مادر نگرانه، پدر نگرانه، پدر مریضه، پدر سر کار حاضره، نگرانه، پریشانه، آروم نیست، سر کارش حاضر نمیشه. چیه؟ فرزندم تب کرده، بچم مریضه، بچم آروم نیست. 2 سال تمام بچه شیر نمیخوره. شیر خوش پیدا کنید، بازار، این داروخونه، اون داروخونه، این طرف، اون طرف. برادرها اسیرن، این ور میرن، اون ور میرن، بابا میره پیش این، پیش اون، بچه تب کرده، بچه مریضه، پیش این دکتر، پیش اون دکتر، این بیمارستان، اون بیمارستان. خوابت کجاست؟ بچم بیا غذا بخور، بچم مهمونی داریم، بچم دوستان اومدن، بچم بریم سفر، بچم حج بریم، بچه‌مو چیکار کنم؟ سفر عمره بریم، بچه‌مو چیکار کنم؟ درس، دانشگاه، بچم. بچه چیکار میکنه بس؟ بچه بزرگ شده، بابا زحمت میکشه، بابا رفته سر زمین کار میکنه، بیل میزنه، عرق میریزه، بابا داره کارگری میکنه، مادر داره مستخدمی میکنه این طرف اون طرف، برای اینکه خرج بچه رو در بیارن، برای اینکه بچه بره مدرسه درس بخونه، برای اینکه بچه فردا سرفکنده نباشه تو جامعه، برای اینکه بچه فردا حرفی برای گفتن داشته باشه. بچه رفته درس خونده، جناب دانشجو، خانم معلم، خانم دکتر، آقای مهندس، با دوستانش جمعن. بابا تو نمیاری ببینیم؟ خجالت میکشه بابای خودش رو معرفی کنه. بابا بی سواده، مادر کلاس 3 و 4 رو بیشتر نخونده، خوندن نوشتن فقط بلده، بعضی خوندن نوشتن هم بلد نیست. مادر شهرستان اومده تو شهر نشسته، مادر روستایی بوده، بابا روستاییه، روش نمیشه به دوستاش بگه، خجالت میکشه از اینکه باباشو بقیه معرفی بکنه. همون بابایی که با افتخار این بچه رو میبرد پیش این و اون، همون بابایی که این بچه رو وقتی بلند میکرد خیسش میکرد بچه. این مادر همون مادری که 9 ماه تو شکمشون رو نگه داشت. این بچه از خون و گوشت و پوست همون مادره، از گوشتش تغذیه کرد، از خونش تغذیه کرد. امروز به مادرش توجه نمیکنه، خجالت میکشه مادرش رو تو جمع بین دوستاش بیاره. مادر تو نیا آبروی ما رو میبری، سوتی میدی، شما بلد نیستی درست صحبت بکنی، کلاست به ما نمیخوره. پدر دستاش از کار کردن زخمه، پیچ دوستان نمیپره باباشو. آقای مهندس بگه بابای من بی سواده، بابای من کشاورز بوده، بابای من غازه‌داره، بابای من راننده است، بابای من نگهبانه، بابای من فلانجا کارگره. این منصفانه نیست. این اون چیزی نیست که الله و رسولش به ما تعلیم دادند. بعد از یک میان برنامه کوتاه با ما باشید. به ادامه مبحث. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می‌فرماید
از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم کدامین عمل نزد الله محبوب تر است؟ فرمودند برپا داشتن نماز به هنگام رسیدن وقتش. عرض کردم دیگر چه؟ فرمودند نیکی به پدر و مادر. عرض کردم دیگر چه؟ فرمودند جهاد در راه الله متعال. نحيا ونرشف من شذا هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. با عرض سلام مجدد، قدر پدر و مادرمون رو بدونیم. خطاب من به همه اون عزیزانی است که هنوز پدر و مادرشون در قید حیاتن. اون عزیزانی که پدر و مادر یا یکی از اونها رو از دست دادن، در آخر این مبحث انشالله با اون عزیزان هم درد دلی خواهیم داشت. آیه 14 سوره لقمان رو با هم بررسی می کردیم که الله تعالی فرمود و فصاله فی عامین. 2 سال تمام مادر تو رو شیر داده، فراموش نکن. نه یه روز، نه 2 روز، 2 سال. 2 سال تمام یک انسان به تو خدمت کرده، با محبت، با علاقه، با عشق، لذت برده از این محبت، از این خدمتش به تو. سپاسگزاری کن. انشکر لی ولی والدیک. ما اینها رو به خاطر این میگیم که من الله رو که ولی نعمت تو هم تشکر بکنی. انشکر لی ولی والدیک. و پدر و مادر خودت رو هم تشکر بکنی که بعد از من ولی نعمت تو اونهان، بعد از من بزرگترین منت رو بر تو گذاشتن در دنیا، در دین الله و رسولش، در دنیا بدون شک پدر و مادر. انشکر لی ولی والدیک. حضرت عبدالله بن عباس مفسر بزرگ صحابه پسر عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید 3 جفت کلمه، 3 ترکیب در قرآن کریم یکی بدون اون دیگری کامل نمیشه. حتما باید اون 2 تا اجرا بشن. نمیشه که یکی رو اجرا بکنید انجام بدید، دومی رو شما فراموش بکنید. اولی اطیع الله و رسول. این 2 تا متلازمن، با همن. اطاعت از الله و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. نمیشه که کسی از الله اطاعت بکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو اطاعت نکنه که من یطع رسول فقط اطاع الله. هر کسی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنه از خود الله اطاعت کرده. دومی اقیم الصلاه و آتوا الزکات. نماز خواندن بدون زکات، زکات بدون نماز امکان نداره. کسی که نماز میخونه زکات پرداخت نمیکنه، نمازش جایی رو نمیگیره بعداً بهش. این 2 تا جدایی ندارن. در تمام آیات قرآن نگاه بکنید بجز یک بار در سوره مؤمنون که به خاطر خشوع در نماز بین این 2 تا فاصله افتاده، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بعد زکات ذکر میشه. همه جا این 2 تا با هم. و سوم همین بحث، انشکر لی ولی والدیک. تشکر بکنی از من الله ولی نعمت تو در کل عالم و از پدر و مادر خودت. امکان نداره انسان سپاسگزار نعمتهای الله باشه و شکرگزار پدر و مادر خودش نباشه. انشکر لی ولی والدیک الی المصیر. فراموش نکن که عاقبت تو به سوی من برمیگرده. یعنی چی؟ یک روزی حساب کتاب تو پیش من میافته. این دستوراتی که به تو داده میشه اینها رو فراموش نکن، اینها رو جدی بگیر. و ان جاهداک علی ان تشرک بی شیئا ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگر تو رو دستور دادن به این که برخلاف اعتقاد اسلام، برخلاف دین، در مسیر شرک از اونها اطاعت بکنی، این مورد خاص را فقط اطاعت نکن. اما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. با این وجود حتی اگر تو رو به شرک دعوت دادن، حتی اگر تو رو به بدترین چیز دعوت کردن، اطاعت نکن. ولی این باعث نشه که با اونها بدرفتاری بکنی. حتی اگر تو رو دعوت به شرک دادن، گفتن شرک بکن، کفر بکن، ندای غیر الله داشته باش،
باید احترام اونها رو بگذاری، باید با اونها با نیکی برخورد بکنی، باید با زبون خوش با اونها صحبت بکنی، فریاد نکشی سرشون، داد نزنی سرشون، توهین نکنی، تحقیرشون نکنی، خوردشون نکنی، با زبون خوش با اونها صحبت بکن. ابراهیم بار علیه السلام وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام پدر خود رو که مشرک بود و کافر بود صحبت میکنه و باش سخن میگه، چطور صحبت میکنه؟ یا ابتی، دستوری مبارکه مریم. چند بار حضرت ابراهیم علیه السلام خطاب میکنه پدر خودش رو، یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یا ابتی چرا کسانی میپسی که نمیشنون و نمیبینن، یا چرا پیرو شیطانی، بابا جان چرا این کار میکنی؟ به من علم رسیده که این کار شما اشتباهه. تا جایی که بابا گفت ارجمنک و اهجرنی ملیا، سنگسارت میکنم ابراهیم، برو از پیش من دور شو، گم شو. با این وجود بعد از این گفت سوف استغفر لک ربی، سلام علیک سوف استغفر لک ربی، از طرف من شما در امان باش، من به شما توهینی نمی کنم، من هیچ بدی به شما نخواهم کرد، در امانی از طرف من، درود من بر شماست و از الله برای شما طرف مغفرت می کنم که الله من رو نخواهد راند. که بعدا الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام رو از من کرد از استغفار برای مشرکین. من اشکر لی ولی والدیک، از من الله تشکر بکن و سپاسگزار باش و از پدر و مادر خودت. حضرت عبدالله بن مسعود میفرماید که من روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدم بهترین عمل نزد الله چیست؟ فرمود الصلاة علی وقتها افضل الاعمال، الصلاة علی وقتها، بهترین عبادت ها یکی نماز سر وقتش. قلت ثم ای، گفتم بعد از اون چی یا رسول الله؟ قال بر الوالدین. قلت ثم ای، گفت نیکوکاری به پدر و مادر. گفتم بعدش الجهاد فی سبیل الله. این روایت رو بخاری و مسلم با هم نقل کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم نیکی به پدر و مادر رو از جهاد، نوک قله اسلام، جهاد، چیزی که امت اسلام رو زنده میگذاره، از جهاد هم بالاتر میدونه. نیکی به پدر و مادر از جهاد مهمتر شمرده شده در این حدیثی که بخاری و مسلم روایت کردن. ولی که در حدیث دیگری که باز بخاری و مسلم روایت میکنن و حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنن که شخصی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله ابایعک علی الجهاد والهجره والهجره والجهاد، با شما بیعت میکنم بر هجرت و جهاد و ابتغی الاجر من الله، اجر پاداشش رو از الله میخوام. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آیا والدینت زندن؟ آیا یکی از والدینت زندن؟ گفت بله یا رسول الله، بحمدالله هر دو تا زندن. و تبتغی الاجر من الله، و اجر پاداش رو از الله میخوای؟ بله یا رسول الله. حضرت فرمود برو با اونها با نیکی رفتار بکن، برو با اونها با بهترین وجه رفتار بکن. این عبادت از جهاد برتر دانسته شد. و بلکه اگر شمای فرزند، شمای مخاطب من، نور چشم من، اگر میخوای بدونی که پدر، اگر میخوای بدونی که الله تعالی از شما راضی هست یا نیست، یک راه وجود داره. حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه باز روایت میکنه، روایت ترمذی که اون رو صحیح دونسته حاکم روایتش رو روایت میکنه که رضا الله فی رضا الوالدین، رضایت الله در رضایت والدین، و سخط الله فی سخط الوالدین، و به عبارت صحیح‌تر سخط الله فی سخط الوالدین. رضایت الله در رضایت والدینه و نارضایتی الله در نارضایتی والدین. هر کسی که پدر و مادرش ازش راضی نیستن چطور توقع داره که الله ازش راضی باشه؟ الله امر کرده، سفارش کرده، تأکید کرده که نیکی بکنه به اینها. وقتی نیکی نمیکنه چطور انتظار داره که الله تعالی اون رو ببخشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که امام نسائی به سند صحیح ذکر میکنه فرمود 3 نفر هرگز به بهشت وارد نمیشن. در روایت دیگه لا یکلمهم الله یوم القیامه، الله تعالی روز قیامت هیچ سخنی نمیگه با اینا، هیچ توجه به اینا نداره. العاق لوالدی، کسی که حق والدین رو نافرمانی میکنه، احترام نمیگذاره به پدر و مادر خودش، توهین میکنه به اونها،
و المرأة المترجله، زنی که خودش رو شبیه به مردا میکنه، دوست داره مثل مردا لباس بپوشه، دوست داره مثل مردها صحبت بکنه، دوست داره مثل مردها بگرده، دوست داره مثل مردها زندگی بکنه. و دیوس و سومین نفر کسی که به ناموس خودش توجهی نداره، مهم نیست براش خانمش با کی میگرده، کجا میره کجا میاد، رابطه‌های خانمش با مردهای بیگانه، دخترش با مردهای بیگانه، خواهرش، اصلا مهم نیست براش کی با کی میگرده، از دور بریاش، محارمش. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود این سه گروه هرگز به بهشت نمیرن. کسی که پدر و مادرش ازش راضی نیست، عاقش کردن با قاف و عین، عاق شده یعنی نافرمان شده، یعنی پدر و مادر این رو دیگه روندن از خودشون، این بوی بهشت رو نمیبره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود چطور میتونه این انسان خوشبخت بشه در حالی که پدر و مادرش رو نافرمانی کرده؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا به روایتی که امام مسلم نقل میکنه از ابو هریره رضی الله عنه فرمود به خاک مالیده بشی بینی کسی، رغم انف 3 بار، به خاک بینی کشیده بشه بینی کسی، به خاک بره بینی کسی، به خاک بخوره بینی کسی. قیل و من یا رسول الله، گفته شد یا رسول الله کیه این بدبخت که این همه شما دارید دعا میکنید که به خاک مالیده بشه، یعنی خوشبخت نشه، هرگز از بین بره این انسان، ذلیل بشه این انسان. فرمود کسی که یکی از والدین یا 2 تا از اونها، احدهما او کلاهما، یکی از اونها یا هر دوی اونها را در پیری، در کبر، در پیری درک بکنه، یک پدر مادر پیری داره، پدر پیری داره، مادر پیری داره در خانه، ولم یدخل الجنه، و با خدمت به اونها، با احسان به والدین، با نیکی به والدین وارد بهشت نشه، با نیکی کردن به اونها خود رو به بهشت نرسونه، این انسان ذلیل باشه، این انسان از بین بره، اصلا این انسان میشه درد میخوره. عبادت کلش عبادته، نیکی به پدر و مادر، نگاه کردن به صورت پدر و مادر عبادته، باعث خیر میشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بی احترامی به پدر و مادر، توهین به پدر و مادر، کسی که به پدر و مادرش بی احترامی میکنه، توهین میکنه، در همین دنیا قبل از آخرت جزای اون رو خواهد دید. بنا به روایتی که طبرانی و امام بخاری در تاریخش روایت صحیحی که ذکر میکنن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود 2 چیز جزای اونها به تأخیر نمیفته، البغی و حقوق الوالدین. یکی ظلم، تجاوز. در همین دنیا آدم ظالم به سزای عمل خودش قبل از آخرت میرسه، خار و ذلیل میشه انسان ظالم در این دنیا. و دوم کسی که به پدر و مادر خودش نیکی نکرده باشه، بدی کرده با پدر و مادر خودش، به والله این انسان از فرزندان خودش، از دور بریان خودش عین اون معامله‌ای رو که با پدر و مادرش کرده خواهد دید. هر انسان موفقی اگر روی زمین وجود داره برید ببینید، برید بررسی بکنید، ولو کافر این انسان، اگر انسان موفقیه به پدر و مادرش داره نیکی میکنه، احترام پدر و مادرش رو داره رعایت میکنه، ولو کافر هم باشه. احترام به پدر و مادر، نیکی به پدر و مادر عبادته. خدمت به پدر و مادر بزرگترین عبادته بعد از نماز سر وقت. در این حدیثی که از بخاری و مسلم نقل کردم خدمت، ای الاعمال افضل الصلاة على وقتها قلت ثم ای البر الوالدین قال البر الوالدین. خدمت به پدر و مادر، نیکی به پدر و مادر، احترام به پدر و مادر، اطاعت از دستوراتش به جز شرک فقط، اونم حتی اگر مشرک باشن، حتی اگر کافر باشن و از شما چیزی رو بخوان که در چارچوب شرعه، به غیر از شرک باید اطاعت بشه. و در مورد شرک هم اگر صحبت کردم باید با نیکی با اونها برخورد بشه، همونجوری که از حضرت ابراهیم علیه السلام برای شما نقل کردم داستانش رو. و این یک افتخاره برای انسانی که با پدر و مادر خودش نیکی میکنه. وقت ما به پایان رسید، اما مبحث ما هنوز تمام نشده. همین عزیزانی که پدر و مادرانتون رو دوست دارید
و میتونم که همه شما خوبان و بزرگواران پدر و مادران خودتون رو دوست دارید. ما رو یاری بکنید در قسمت بعدی هم به همراهی بفرمایید تا این موضوع رو بیشتر انشاءالله با هم دنبال بکنیم در ضوء آیات نورانی قرآن کریم و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی که از پدر و مادرش یتیم به دنیا آمد اما امتی را پدری کرد، یتیمی که پدر امتی شد. صلی الله علیه و آله و سلم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.